یه لحظه برگردیم عقب، خیلی عقب. میخوام ببرمت به جایی که شاید خودت هم یادت رفته باشه، ولی زندگی از همونجا یه پیچ عجیب خورد. 12 سالت بود، 14 سالت بود، تو حیات مدرسه بودی، خونه فامیلاتون بودی. یکی از رفیقات با یه پوزخند مسخره و مرموز اومد کنارت گفت یه چیزی نشونت بدم، یا شاید نشسته بودی با بچه‌های فامیلتون دور یه گوشی، قلبت داشت تون میزد، یه حس عجیب داشتی، یه ترکیب از کنجکاوی یا یه ترسی که اون لحظه برات شیرین بود و یه کلمه ای تایپ شد. اینتر رو زدی و همونجا بود که بوم، دنیات عوض شد. اون لحظه فکر کردی یه چیز خیلی خفن پیدا کردی، فکر کردی یه راز بزرگ رو کشف کردی، فکر کردی که دیگه من بزرگ شدم. ولی هیچ کس نبود بهت بگه داری چی کار میکنی. هیچ کس بهت نگفت که این فقط یه ویدیو نیست، این یه بمب ساعتیه که بستی به مغز خودت. جامعه گفت طبیعیه، دوستات گفتن این یعنی بزرگ شدن، تو دیگه بزرگ شدی. ولی حقیقت اینه که به هممون دروغ گفتن. کاری که اون روز کردی مثل این بود که به یه بچه یه ماده سنگین بدن، بگن که اوکیه مصرفش کن، همه میزنن، همه دارن از این استفاده میکنن. تو اون روز فقط یه ویدیو ندیدی، تو اون روز مغزتو وارد یه شوک عجیب کردی، بدن داغ شد، مغزت انگار داشت منفجر میشد. حالا چرا؟ چون مغز آدم اصلا برای این حجم از تحریک ساخته نشده. اجداد ما تو کل زندگیشون شاید فقط چند تا بدن برهنه رو میدیدن، ولی تو چی؟ تو توی چند دقیقه با صدها تصویر اغراق شده و غیر واقعی بمبارون شدی و مغزت چیکار کرد؟ یه سیلاب دوپامین آزاد کرد، همون ماده‌ای که باعث لذت میشه، ولی این بار نه در حد معمولی خودش، در حد یه سونامی. و همونجا اولین قدم سقوطتو برداشتی. روزهای اول همه چی هیجان داشت، همه چی برات یه حس جدید بودن داشت، ولی کم کم چه اتفاقی افتاد؟ کم کم یه چیزی تغییر کرد. ویدیوهایی که اولش میدیدی دیگه جواب نمیدادن، دیگه اون حسو بهت نمیدادن، ولی تو بدون اینکه بفهمی شروع کردی به رفتن به سمت چیزای خیلی بیشتر، عجیبتر، شدیدتر. چرا؟ چون مغزت گفت که این دیگه واسه من کافی نیست، یه چیز بیشتر از این میخوام. و اینجایی که داستان واقعی تازه شروع میشه، بهتره بگیم اینجایی که تازه یه فاجعه داره شروع میشه. این قسمت اول از سلسله ویدیوهای پورن بود، تو قسمت‌های بعد بیشتر راجع بهش میپردازیم. بهمون ملحق شد.